آیا تا به حال به مکانهایی فکر کردید که حتی اسمشون هم به گوش کسی نخورده؟ جاهایی که ترس و رمز و راز در هر گوششون پنهان شده. در این ویدیو با 3 مکان ترسناک و ناشناخته جهان آشنا میشیم. پس آماده باشید چون قرار سفری دلهره‌آور رو شروع کنیم. در مکزیک جزیره‌ای وجود دارد که در خطانش پر از عروسک‌های ترسناک و پوسیده است. این عروسک‌ها سالهاست زیر باران و آفتاب مانده‌اند و ظاهر وحشتناکی پیدا کردند. جنگل آیواکیگاهارا در ژاپن به خاطر تراکم عجیب درخت‌ها و تاریکی یکی از ترسناکترین مکان‌های دنیاست. در این جنگل افسانه‌هایی درباره ارواح سرگردان وجود داره که باعث وحشت بیشتر این مکان میشه. جزیره پوگلیا در ایتالیا یکی از ترسناکترین مکان‌های متروک دنیاست. این جزیره زمانی محل قرنطینه بیماران بوده و حالا کاملا متروکه و وحشتناک به نظر میرسد. دخمه‌های پاریس در فرانسه ورودی به دنیای تاریک و پر از رمز و راز است. در اعماق این دخمه‌ها دیوارها با هزاران جمجمه و استخوان انسان پوشیده شده‌اند. سنترالیا شهری در آمریکا که به خاطر آتش سوزی زیرزمینی تقریباً خالی از سکنه شده. آتش زیرزمینی هنوز بعد از 10 دهه‌ها می‌سوزد و منظره‌ای شبیه جهنم به وجود آورده. کدوم یکی از این مکان‌ها رو جرأت داری از نزدیک ببینی؟ نظرت رو تو کامنت‌ها بنویس و بگو کدوم مکان ترسناکتر بود.